تبریک میگم، تو انتخاب شدی از بین صدها نفر. فقط تو برای ملحق شدن به خدمه یک کشتی سیمرغ انتخاب شدی. کشتی که توی اسناد رسمی سالها پیش غرق شده، اما هنوز هر چند وقت یک بار توی بندر سرخرود پهلو میگیره، فقط برای استخدام یک خدمه جدید. فقط یادت نره اگه میخوای بازم به خشکی برگردی، این قوانین رو زیر پا نذار. قانون اول: اگه شب اول از کابینت صدای چکچک آب اومد، بالا رو نگاه نکن. اون صدای کسی که از باد گیر افتاده ولی هنوز نرفته. قانون دوم: اگه یه شب دیدی کاپیتان 2 سایه داره، هیچی نگو، فقط سرتو بنداز پایین، چرا که یکی از اون سایه ها دنبال یه بدن جدیده. قانون سوم: اگه نیمه شب صدای قایق کوچیکی شنیدی که نزدیک میشه، از پنجره نگاه نکن. اونا دنبال کسی هن که چشمشونو پیدا کنه و هر کی نگاه کنه توی جا میمونه. قانون چهارم: هر شب ساعت 3:44 یه زنگ بلند هم میاد. اگه 3 بار پشت هم زنگ زد، بدون یه نفر از خدمه دیگه بر نمیگرده. حالا تو بهم بگو، حاضری در ازای چقدر پول استخدام این کشتی بشی؟